دشمن فهمیده که برای نابود کردن یک ملت باید حیای دختران اونها و غیرت پسران اونها رو به اغما ببرد. امروز میبینیم جوان مسلمان با همین تلفن همراه مبتذل‌ترین چالش ها رو با مادر خود، سخیفترین چالش ها رو با پدر خود و بیشرمانه ترین چالش ها رو در زندگی زناشویی خودش با همسر خودش انجام میدهد. به این افتخار هم میکند، گویا در مسیری قدم گذاشته که به زعم او انسانهای متمدن و روشن فکر قدم میگذارند. امروزه هوش مصنوعی وارد میدان شده، گرچه از آن استفاده های مفید فراوانی می شود، ما منکر این نیستیم، اما از تبعات و پیامدهای منفی آن هم نباید غافل شد، به طوری که زینوفوزترین و بزرگترین افراد حال حاضر جامعه مثل بیل گیتس، استوارت راسل و ایلان ماسک از حضور هوش مصنوعی در جهان اظهار ترس و نگرانی کردند. بیل گیتس در یکی از صحبت‌های خود میگوید به اندازه‌ای که از هوش مصنوعی میترسد از بمب اتم نمیترسد. چرا؟ چون اونها فهمیدن که بمب اتم یک جامعه رو به یک باره نابود میکند، اما هوش مصنوعی یک جامعه رو به کرات و مرات زیر چکمه‌های بیرحمانه خود نابود میکند.